سلام دوستان، اینم غذا دادن عروس هلندی به بچه هاشه. موقعی که داره مادر به بچه ها غذا میده، این پدر دم در نگهبانی میده و باز دوباره مادر میره، پدر میاد به بچه ها غذا میدن. اینم به سومین بچه هم غذا داد. ببین و اگرم بخواید دست ببرید تو لونش، مادر ببین یه چیزی گیر کرده تو دهنش، داره مادر اونو میاره بیرون. بله، مادر دهنش بیرون کشید. اگرم بخواید، آره مادر رفت. حالا نوبت پدره که دوباره پدر میاد به بچه ها غذا میده. اینم پدر اینجا وایستاده تا بیا داخل. اینم پدر اومد بالا. این پدرشونه. میاد پدر، چون در باز، ببین به بچه ها میگه برید کنار، چون دوربین ما رو دید و میگه در رو ببند. اومد بیرون، احساس خطر کرد اینجا پدر. امیدوارم که از این فیلم خوشتون اومده باشه.